سلام، اومدم با یه میکاپ چشم جذاب دیگه. امیدوارم تا آخر این ویدیو همراهیم کنین. طبق روال همیشه از یه کانسیلر برای بیس سایه استفاده میکنم با یه بیوتی بلندر نمدار. خیلی دقیق و یک دست کامل پشت چشم باید فیدش بکنین. فید کردنتون که تموم شد، قبل از اینکه مدل یا خودتون چشمتون رو باز بکنین از یه پودر فیکس برای فیکس کردن و خوش کردن اون بیس سایه استفاده میکنین. کامل به صورت یک دست پشت چشم میزنین و در نهایت با همون براش همه اون خورده ها رو از پشت چشم پاک میکنین. خب من از یه قلم باریک سرگرد دارم استفاده میکنم. جاگذاری این مواد خیلی مهمه. شما پشت پلکتون رو وقتی به 3 قسمت تقسیم کنین، قسمت 1 که میشه قسمت داخلی چشم و قسمت 3 که میشه قسمت انتهایی باید حتما سایه بزنید. هیچ عجله‌ای هم نداریم، خیلی آهسته و آروم شروع میکنیم به گذاشتن بیس سایه و از قلم کوچیک استفاده میکنیم. بچه‌ها اگر قلمتون بزرگ باشه اینقدر این سایه‌تون کثیف میشه که هیچ زیبایی که نداره، برعکس میکاپتون رو خیلی زشت میکنه. خب قسمت انتهایی و شماره 3 هم همون جوری که قسمت اول رو آهسته مواد گذاشتین، مواد گذاریتون رو انجام میدین و در نهایت خط کریس رو به همدیگه با سایه وصل میکنین. حالا با یه قلمه یه مقدار درشت‌تر ولی همچنان قلمتون باید سرگرد باشه. اون موادی رو که گذاشتین، رنگی رو که گذاشتین، آهسته فیدش میکنین. بچه‌ها فشار دستتون خیلی مهمه. اگر فشار دستتون زیاد باشه هم لک ایجاد میکنین، هم کل این سایه از بین میره. باید فشار دست خیلی کمی داشته باشید برای فید کردن. حالا مرحله به مرحله هی با همون قلمم میام رنگ اضافه میکنم که یه مقدار هی جوندارترش کنم که در نهایت بخوام رنگ اصلیمو اضافه کنم. بعد از اینکه این بیس رو با رنگ قهوه‌ای زدم، حالا رنگ اصلی که رنگ تیرمون هست رو با یه قلم باریک میام میزنم. بچه‌ها دقت کنین، اصلا عجله نکنین توی مدل سایه زدن. سعی کنین قلمتون کوچیک باشه، مواد گذاریتون آهسته به آهسته پیش بره، چون اگر این مدل سایه زدنتون پخش بشه و کثیف باشه هیچ زیبایی به چشمتون نمیده. پس مواد رو با قلم کوچیک آهسته میذارید و در نهایت با یه قلم بزرگتر مثل این قلمی که من دارم استفاده میکنم اون رنگ مشکیتون رو فیدش میکنین. نکته‌ای که توی این مدل سایه هست اینه که زمانی که خودتون یا مدلتون چشم رو باز میکنه، اون قسمت سفیدی دقیقاً وسط مردمک چشم باشه. یعنی قسمت دوم پلکتون موازی با مردمک چشمتون باشه. همچنان هم با یه قلم بزرگتر دارم قشنگ اون اختلاف رو از بین میبرم و فید میکنم که هیچ خطی در نهایت دیده نشه. توی این مرحله باید از شاین استفاده کنین. من اومدم از این پالت مک که 3 تا شاین دارم استفاده میکنم. این شاینا رو با هم ادغام کردم و قسمت وسط پلک رو با این شاینا باید پر کنین. حالا این شاین بسته به بیس رنگی شما میتونه متفاوت باشه. اگر از رنگای صورتی استفاده کردین میتونین شاین صورتی کم رنگ بزنین. اگر از رنگ هلویی استفاده کردین میتونین شاینتون هم مثلا نقره‌ای یا هلویی بزنین. این دیگه خیلی سلیقه‌ایه و بسته به اون میکاپی که شما میخواین ازش استفاده کنین و رنگ بدین میتونه متغیر باشه. خب توی این مرحله وقتی کار پودرمو انجام دادم از ماسکارا استفاده میکنم که بتونم موجه ها رو تمیز کنم، که اگر خواستم موجه مصنوعی روی موجه اضافه بکنم خب خیلی تمیزتر باشه و اون پودرا خودش رو نشون نده. این قسمت رو معمولا همه ازش واهمه دارن، ولی خب اگر با دقت و با تکنیک انجام بشه هیچ اتفاق بر موجهاتون نمیفته. نگران نباشین. بعد از این که فرموجتون رو زدین، موقع نصب
موژه است که خب من موژه رو آغشته به چسب کردم. خیلی دقت کنید فقط زیر موجتون رو چسب بزنین و خب حالا البته آموزش کاملش رو توی قسمت‌های قبل گذاشتم که میتونید اونجا ببینید. بعد از اینکه نصبش کردم، این قسمت بچه‌ها خیلی هیجان انگیزه. خیلیاتون میپرسید این مایه انگلات برای چی استفاده میشه. بچه‌ها زمانی که میخواین شاین بزنین، این رو حالا گوشه پالتتون بزنین و با اون شاینتون ادغامش بکنین. این کار باعث میشه اون شاینتون چندین برابر خودش رو نشون بده و دیگه ریزش نداشته باشه پشت پلکتون. خیلی محصول خوبیه، هم ضد آب میکنه، همین که خب واسه سایه های شاینی خیلی خوشگل تر میشه سایه‌تون. در نهایت هم مرحله آخر با یه آکوا مشکی مرز بین موژه و اون سایه‌ای که پشت چشم هست رو میگیرم و یه خط چش خیلی باریک و بن موژه میکشم. امیدوارم که این میکاپ رو دوست داشته باشین. این میکاپ خیلی خیلی مناسب مهمونیاست و اگر دوست دارید چشماتون رو درشتر کنید، این میکاپ برای شماست. این ویدیو رو سیو کن، بالاخره یه جایی و یه روزی به دردت میخوره.